یک منبع آگاه پایگاه خبری بامداد روز 26 ینور سال 2024 خبر داد که در پرونده ترکش ماشین رئیس کمیته اجرایی حزب حاکم خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر کولاب فرضیه حمله تروریستی همچون یک فرضیه اساسی تحقیق می شود. به گفته منبع بامداد که از جریان تفتیشات این پرونده آگاه است گمان بر شوندگان در انجام این جنایت از امیسارهای گروه‌های تندرو در افغانستان تماس داشتند و محض از همانجا راهنمایی شدند. همین امیسارها به حملگران توسط مسنجر یاد دادند که مواد ترکنده را چگونه تیار کنند و چگونه در ماشین رئیس حزب حاکم بگذارند. نقل کرد همصحبت بامداد. او به دلیل سر تفتیشات از ارائه جزئیات بیشتر و نام دستگیر شدگان خودداری کرد. مقامات تفتیشاتی درباره تحقیق فرضیه حمله تروریستی در این قضیه تا حال اظهار نظر نکردند. قبلا خبر آمده بود که روز 5 ینور سال 2024 ماشین خدمتی تمغه شکودا رئیس کمیته اجرایی حزب حاکم خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر کولاب سلیم سیف الله زاده را آتش زدند. در نتیجه ماشین آسیب دیده و به گفته طبیبان پای راست سیف علی زاده شکسته است. از اول دو فرضیه وجود داشت که بر اساس یکیش علت آتش گرفتن ماشین تمغه شکودا شاید نقص فنی بود، ولی فرضیه دیگر احتمالی بر قصدانه آتش زدن ماشین نماینده حزب حاکم را هم صرف نظر نمی کرد. یک منبع از مقامات تفتیشاتی کولاب قبلا گفته بود که مقامات باید معاین کنند که ماشین خدمتی رئیس حزب حاکم را قصداً آتش زدند و یا اون به علت یگان نقص فنی آتش گرفته است. به گفته او ماشین شکودا را به تشخیص فرستادند و نتیجه تشخیص را منتظرند. مفتشان همچنین از صاحبان دکان‌های نزدیک به مکان حادثه نوارهای ثبت دوربین‌های نظارتی را طلب کردند. نمایندگان حزب حاکم در کولاب این حادثه را تا حال شرح ندادند، اما این بار اول نیست که ماشین‌های منصبداران در منطقه کولاب آتش می‌گیرد. در دست کم یک آلت مقامات قصداً آتش زدن ماشین منصبدار را تصدیق کردند.